لویق شیرالی همچون برقی به عرصه ادبیات تاجیک وارد گردیده و توانسته است با ایجادیات خود در مدتی کوتاه عزیزی دیده و دلها بگردد. شاعر با نوشتن شعرهای وطن دوستانه توانست معرفگری وطن خود در جهان باشد. این است که بخشیده به 80 سالگی ادب چاره‌بینی‌های تنتنوی دایر گردید و در تمام مؤسسه‌های تعلیمی، درس‌های گشاده تربیوی، چاره‌بینی‌های فرهنگی، کنفرانسی‌ها گذرانیده شد. وابسته به این در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 36 دهه نوروز تپه جماعت دهاتی خلیفه حسن درس گشاده تربیوی تحت رهبری معلمه صنف‌های ابتدایی جلیل و ظریفه با خوانندگان صنف 4 برگزار گردید. چاره‌بینی را سراول معلم جلیل و آغاز بخشیده درباره شاعر خلق تاجیکستان لویق شیرالی سخن گفته و افزود که یکی از رکن‌های مهم صاحب استقلالی حفظ و نگهداشت ارزش‌های ملی، فرهنگ و تمدن کشور و ارج گذاشتن به خدمت‌های گذشتگان میباشد. لویقا باور بکن تو لایق دنیا شدی، زین سبب با شعرهایت در دل ما جا شدی. لویق شیرالی سخنور است که همچون فرزندی وفادار خلق و وطن تمام نیروی ذهنی خود را به خاطر شکوفایی کشور، معرفی دستاوردهای ملت، پیشروی اهل جامعه و زندگی سعادتبار خلق تاجیک صرف نموده است. شعرهای استاد فراگیر همه موضوعهای روزگارند. شعرهای لایق به دلها روشنی و گرمی میبخشد. با سیاست خردمندانه سرور دولت، اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بهر تکمیل پایه‌های شعر و علم و ادبیات که یک رکن مهم جامعه امروزه می باشد، برگزاری چاره‌بینی و آزمون‌های سطح جمهوریوی از جمله فروغ صبح دانایی کتاب است. حالا با خوانندگان صنف 4 بی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 36 درس تربیوی در موضوع 80 سالگی شاعری توانا و درد آشنای ملت درس تربیوی گذرانیده می شود. در اول سلامنامه در اجرای خوانندگان. اینچنین در جمع فرهنگی که تحت عنوان یادی از لویق بود، خوانندگان صنف 4 ب با تیاری همه‌جانبه در وصف استاد لویق سخنها گفته از اشعار بی‌زوال او شعرها قرائت نمودند. السلام یارانی خوشدل، السلام مهرتان در جان و در دل، السلام درود و پیام ها نثار شما عزیزان دور و زمان. السلام السلام ای نونهالانی گلستان، السلام وارثانی تاج تختی آل سامان، السلام غنچه هایی صنعتی این باغ بستان، السلام از شما رخشنده بادا تاجیکستان، السلام مرحبا استادی ما این شهر زیبا پیشکش، قله هایی سربلند و موج دریا پیشکش. الا شعری عجم فردا مرا تو زنده خواهی داشت، الا شعری دلی دنیا مرا تو زنده خواهی داشت. امروز ها مردم کشور جمهوری تاجیکستان 80 سالگی شاعری برجسته جمهوری تاجیکستان لویق شیرالی را جشن میگیرند. در سرگه شعری دری لویق سرابان بود و هست، شعری ترش بر جان و دل گویی چو درمان بود و هست. گلدسته شعرش کنون گلدسته عشق است و بس، عاشق به شعر عشق زاد با عهد و پیمان بود و هست. در محفل شعر و سرود لایق نماید سروری، بیت و دو بیتی های بر قلب درمان بود و هست. تا هست سعودی تاجیکان
تا مسیت بام جهان با تاجیکستان سالها لایق غزلخوان بود و هست. یاران همه جا ولی وطن در یک جاست، هر سنگی وطن مثالی هیکل زیباست. آوان همه جا عزیز لیکن بر من، مادر یک راست تاجیکستان یک تاست. ترجمه حال استاد لایق. لایق شرالی تاریخ 20 می سال 1941 در دهه مزار شریف ناحیه پنجکن تولد شده است. اول مکتب 8 ساله، بعد آموزشگاه آموزگاری پنجکن و در سال 1963 آموزشگاه آموزگاری دوشنبه را ختم نموده است. با حیث محرر رادیوهای تاجیک، مدیر شعبه نظم اتفاق نویسندگان تاجیکستان، استاد لایق شرالی زبان فارسی تاجیک را فعالیت نموده است. لایق شرالی نه تنها در تاجیکستان بلکه در ایران و افغانستان به حیث شاعر شیرین کلام و استاد کلام بده معروفیت دارد. آثار او بارها به زبانهای گوناگون دنیا ترجمه شده انتشار گردیده است. لایق آثار شاعرانی معروف جهان پوشکین، یسن، گیوتا، گین، گیوگو، اویتمن، نرودا و دیگران را به زبان تاجیکی برگردانیده است. لایق شرالی شاعر خلقی تاجیکستان، دارنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام رودکی می باشد. شاعر شهیر، بزرگی مادر، توانایی و قدرت معنوی او مهر و محبت بی‌پایانش به فرزندان، شادی و فرح، درد و غم مادران و زنان زحمتکش تاجیک را با صمیمیت به قلم داده است. استاد لایق شرالی شاعری با استعداد و سخنوری بزرگ است. درباره معروفیت و محبوبیت او عبدالنبی ستارزاده برحق فرموده است. شعر لایق از رادیو، از تلویزیون، از سر منبرها، از میدانها، از کوچه و بازارها، از بزم و در رزمها، در سینه های مردم، در تمام گوشه های تاجیکستان، در شمال و جنوب همه روزه به محبت، همه روزه صدا می دهد. پروفسور عبدالنبی ستارزاده گفته است: من شاعری دیگری را با این محبوبیت و معرفت نمیدانم. هستند شاعرانی که در حلقه معین محبوبیت و معرفت دارند، اما نه در میان خاص عام. پروفسور عبدالنبی ستارزاده گفته است: از شاعران دوران آخری ما چنین محبوبیت و معروفیت را در بین مردم تاجیکستان تنها استاد ابوالقاسم لاهوتی و میرزا سروزاده داشتند. استاد لایق شرالی با تمام معنی شاعری تمام ملت گردید. لایق شرالی در واقع منبری وجدان حلقش و راوی ارمان حلقش بود. به این معنی او نظر درست میگوید که ایجادیات لایق خود یک ادبیات است. استاد لایق شرالی سال 1965 به عضو اتفاق نویسندگان شاعر جمهوری تاجیکستان پذیرفته شده است و سال 1978 به دریافت جایزه ادبی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی سزاوار گردیده است. لایق شرالی 30 ایون سال 2000 جهانی فانی را پدرود گفت. مدفنش در آرامگاه لوچاب شهر دوشنبه واقع بود. غزل‌های استاد لایق شرالی در اجرای گروه خوانندگان: از که سنگ چون فیتد، صد سنگ را به جا کند. مرد چون نامردی کند، صد مرد را رسوا کند. نادان چون دانایی کند، احسن بگویمش همه. اما چی بیتوان کرد اگر نادانی دانا کند. شوق اگر سرکوب شد، ناخوب شد. از که ذوق داد اگر استیزه با بینا کند. هر کس تواند رود را با جایها سازد جدا. آن کیست که از دریا دلی یک قطره را دریا کند. هر کس تواند مرده را بر خاک بسپارد، ولی آن کیست خاک مرده را تاجی سر دنیا کند. من با کسی هم داستان، ای دوستان، ای راستان، که روزی خود را زینه تا قله فردا کنم. مادر با تشنه جانی یاد می آرم تو را. مادرم با دلگرانی یاد می آرم تو را. در محیطی همزبانانی زبان گم کرده ام. چون نیابم همزبانی یاد می آرم تو را. مرا جستی ولی پیدا نکردی.
زندگان را گذاره بر لبی دریا نکردی، زیکوسازان گلی کاغذ خریدی، تمام گلهای صحرا رو نکردی. غمی خود خورده و دل ریزه خود، غمی دل را غمی دنیا نکردی. اگر تیرم به سر بارد تو را من دست می‌دارم، اگر چرخم بیازارد تو را من دست می‌دارم. تو یکتایی منی ای گل، تسلایی منی ای گل، اگر عشقم به مرگ آرد تو را من دست می‌دارم. یک جوان میخواست شهرت یابد اندر بین خلق، نام خود را زنده گرداند به عالم جاویدان. فکر کرد و عاقبت یک چاره پیدا نمود، کند نامش را برای سنگ و زان شد شادمان. گفتمش آن سنگ را سیلاب اگر از جا برد، سازد آن را در یگان جای زی چشمی کس نیهان. یا کفت آن سنگ از گرما و از سرمای سخت، نامی تو گم می شود به شبه با سنگ از میان. گر تو خواهی زنده باشی سالهای بیشمار، عمر بینی جاویدانی در جهان دارد بقا. از ته دل خدمتی حق و دیاری خویش کن، ثبت کن و نامت به قلبی مردمانی با وفا. دریا دیلی و ساحلی دریا غنیمت است، هم آبشار و شوق و تمنا غنیمت است. ورزاب را چی ورزیش گرچه ورزی نیست، در پای که قامتی بالا غنیمت است. در جهانی من نبودی، در جهانی من بیا، خوشگمانی توستم ای بدگمانی من بیا. حیف کردم من جوانی را و به عشقی درین، فصل پیری آمد ای یاری جوانی من بیا. در خزانه‌شان گلفشانی تو می باید مرا، گر به دستم نیستی در داستانی من بیا. از تمامی این و آن گم کردگان، زیشتر نیست در رای جهان. زان که گم کرده زبانی مادری، حرف گوید با تو با چندین زبان. باک نگر داوری گم کرده است، یا امیدی سروری گم کرده است. زهر بادا شیری مادر بر کسی که زبانی مادری گم کرده است. ای جمالی بحر و بر شاد آمدی، ای بهاری سبز و تر شاد آمدی. تازه کاری هات را قربان شود، مثل هر یک صاحب هنر شاد آمدی. در رگی هر میصد مجروح ریست، بحر انواع بشر شاد آمدی. یک بخشی اشعار استاد لویق را شعرها در وصف مادر یعنی مادرنامه تشکیل می‌دهد. در میان کوهساران با نوای آبشاران، با صفای چشم ساران، با درودی نوبهاران. جان عطا کردی مرا، جان عطا کردی و خود را کاستی. روز و شبها در سری گهواره من، مادری من، مادری غمخواره من، مادری من، مادری بیچاره من. مادرم می گفت دائم وقتی خواب کن البته با پهلوی راست. آن همه کاری که نیت میکنی سر کن با قوه بازوی راست. نان را دائم به دست راست گیر، پیش اول آستین راست را. گر ببندی دست راست ده، دست چپ نه خیر دارد نه بقا. آنجا که توی مادر آنجا گلستان است، آنجا که نباشی تو یک منزلی ویران است. از مهر شرر بارد روشن شود این عالم، دوری و فراقی تو ساز در جان است. میروم از خانه بیرون با دعای مادرم، آبرویم گردد افزون با دعای مادرم. من ز آب شنیده ام حرفی سرودی اولین، از همه آواز شیرین این صدای مادرم. با کنجی صندلی بنشسته شبها مادری پیرم، تو شاید جامعی دامادی میدازی با صد نیت که رازی تای دیده بر قدیمن بشکنی ارمان. ببینی تا به رنگی نو به حسنی نو جوانیت، با آن دستانی لرزانی شرفمندت بمیرم من. نیابد چشم کم بین
مادرم، از برای آنکه مادر است بالایی سرم. ای خدایی مهربان تو نگهبان مادرم، من ببینم درد و غم لک نبیند مادرم. ایا مادر مدالی من تو بودی، گلی اول بهاری من تو بودی. نخشکد چشم او شعر و سرودم، سپس سرچشمه داری من تو بودی. ایا مادر به قربانی تو میرم، چو مهری مهری پیمانی تو میرم. ایا مادر دلی جانم فدایت همه خواهم، ببوسم خاک پایت زمین را سلطه خواهم. بهری تو سازم که یک باری دیگر گیرم دعایت. تا پای روان دارد صد شکر خدا گوید، تا نیمه نان دارد صد شکر خدا گوید. از گنج همه دنیا بالاتر و والاتر، تا مادر جان دارد صد شکر خدا گوید. دریغا مادری پیرم، دریغا چراغی بخت و تقدیرم، دریغا تو بودی بر سرم بودم فلکگیر، کنون به تو زمین گیرم. دریغ تویی پیرم، تویی تدبیری پیرم، دعایم کن دعایت را بگیرم. نمیمیری تو ای مادر اگر من برای مادری ملت بمیرم. مادر مادر شیری سفیدم دادی، دنیا به امید است و امیدم دادی. تا بر سری من چی آید از بیش و کمی، تو در سری گهواره نویدم دادی. سرشت من نهاد من تو بودی، صفای بامداد من تو بودی. ایا مادر به آن سان به سوادی، نخستی استادی من تو بودی. سری گری تو بنشسته دم چند، بگرفتم زی انداغ غم چند. زی سنگی سرد و بالای مغازه، بپرسیدم بهای آدمی چند. دلم خواهد روم بر کوی مادر، وجودم پور شود از گوی مادر. تمامی روی دنیا را بگشتم، ندیدم روی خوش جز روی مادر. جهان ساز و جهان آرای زن، ستون گنبدی منای زن، نه تنها قلعه دلهای زن که حتی قلعه دنیای زن. مادر مادر تو ابتدایم بودی، هم قیمتی قامتی رسایم بودی. زول تو نمیزادی نمیمردم من، گویا که تو نیز انتهایم بودی. ایا مادر به قربان تو میرم، چو مهری مهر پیمان تو میرم. جهان پیرمکر دستان است بگذار، که من در راه دستان تو میرم. همزمان بهر بولید خاطری حاضرین از جانب خوانندگان سرود سراییده و رقص زیبای اجرا گردید. سرودی مادر اجرا میکند نوربته و گلافرس. طفلی گریانم کلان شو، در جهان از من نشان شو. داستان شو داستان شو، گنجی شهوارم تو باشی، بختی بدارم تو باشی. در جهانی نام داران نام بردارم تو باشی. طفلی گریانم کلان شو، جایگیری رفتگان شو. طفلی گریانم کلان شو، جایگیری رفتگان شو. اختری تابانی مادر، مهرهی پیمانی مادر. حاصلی خودکاهی دل، دولت و دورانی مادر. طفلی گریانم کلان شو، واریسی آزادگان شو. طفلی گریانم کلان شو، واریسی آزادگان شو. کودکی شیرین و لالا، کودکی معصوم و زیبا. دستاویزم تو باشی، بحری فردا بحری دنیا. طفلی گریانم کلان شو، افتخاری صد جهان شو. طفلی گریانم کلان شو، افتخاری صد جهان شو. داستان شو داستان شو. با وقتی رقصی موزونت، با آهنگی پرافزونت. کبوتر در هوا، آهو به صحرا، گشته مجنونت. رقص در
شخصی مهم بود، اما هیچگاه سعی نمیکرد تا مهم بودنش احساس شود. این خصلت با خودش خیلی مناسب بود. ما او را نه تنها شاعر تاجیک بلکه شاعر برجسته‌ای در این زبانان میشناسیم و او وارث اجدادی ماست. بلدی ارسلا او خون با دار ما لایق شعرعلی یکی از جالبترین شاعران کنونی تاجیک وارثی واقعا کلاسیکان است که عنعنه‌هایشان را به میراث گرفته آنان را در شرایط کاملا دیگری تعریفی در روزگار دیگر توسط مواد حیاتی دیگر و واسطه‌های دیگری تصویر ادامه می‌بخشد. همین طریق شعر لایق شعرعلی او را زنده و جاوید نگاه می‌دارد. زنده و جاوید ماند هر که نکو نام زیست که از عقیبش ذکر خیر زنده کند نام را. بگذار نام شاعر ابدی و خاکشان سرسبز و آخرتشان پرنور باشد. در آخر معاون دیرکتور اوید به تعلیم سیف‌الدین و خالیده سخن گفته و بهر برگزاری چنین یک چاره‌بینی تربیوی با معلم جلیل و از نام ماموریت مکتب اظهار سپاس بیان نمود. مهارت آموزگاری، ملکه ایجادکاری، این هم مسیر اسرار معلم را سرشان به آسمان میبردارد. من امروز یکی از معلمان پیشصف ما جلیل و درس تربیوی بخشیده به شاعر شیرین کلام لایق شعرعلی گذرانده ایستاده است. هر ساعت درس معلمه جلیل و ظریفه پرمضمون و عیانیت‌های عیانی خیلی خوش می‌گذرد. من از نام خودم و از نام مؤسسه تحصیلات میانه عمومی 36 دهه نوروزتپه با معلمه جلیل و تشکر میگویم که این معلمه خیلی ایجادکار هستند. معلمه ایجادکار با مهارت دست میدهد. واقعا باید یادآور شد که در تاریخ دولتداری نوین تاجیکان در قطار چندین ابرمردان چون صدرالدین عینی، باباجان غفوروف، کمال نصرالله و میرزا ترسونزاده نام لایق شعرعلی نیز چون معرفگری اصیل فرهنگ و معنویات تاجیک با خط زرین ثبت یافته است. برگزاری چنین چاره‌بینی و کنفرانسی‌ها بهر پاس داشتن خاطری گذشتگان بوده به نسل نورس کار و فعالیت ایشان را همچون نمونه عبرت نشان دادن است.